میدونیم که ما خانواده‌های زیادی داریم که از مرگ یک شهید و دو شهید و بیشتر دادن، با خصوص خانواده ضیاء المشایخ از رهبران مذهبی مردم ما که در دستگیری اونا خلق و پرچم و کمونیستی وقتی که آمدن خانواده از دست گرامی رو بگیرن، اینا با تانک و توپ و اساطیر و مثل یک لشکر آورده بودن اونجا. خانه‌های دیگر آمدن با 10 نفر 15 نفر، اما در خانواده خلاجات خانواده از دست یک نیروی کلان نظامی را آوردن. وقتی که آمدن خب همه را بردن. ابوبکر با طفل 6 ماهه بود یا 8 ماهه بود، داستان غم انگیز داره. هفته قبل که با آقای ابوبکر مجددی گپ می‌زدم و من یک خبر داد، گفت که مردم خودجوش از تمام ولایت، از حومه کابل با علم‌های عزا و سیاه، با دل‌های پردرد و چشمان گریان همه آمدن بر قلعه جواد تا شهادت بزرگان این خانواده را به ملت تسلیت بگوید. شما ببینید اونا خواستن که خانواده روحانی حضرت از مردم جدا بکنن، اما میبینیم که مردم به محضی که فرصت میافت اما ارادت و اخلاص خود را نشان میدن. این بار نه تنها ارادت اخلاص بر مقام دنیاییشون بلکه بر مقام اخروی و شهادتشون. آقای ابوبکر مجددی خواهش میکنم تشریف بیارین چند دقیقه ما رو با قید کنیم. البته به نیابت از خانواده بزرگ بودید. صلوات بر محمد. استاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما بعد، فقال الله عز وجل في القرآن المجيد في شأن حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان الله. اول و برای همه برادران مسلمان و خوارای مسلمان سلام علیک میگم و از اعضای مسجد و اسلامیک سنتر محمدی متشکر هستم که اینطور یک مجلس بسیار مهم را انجام دادن و واقعا که شما داخل میشن به این مسجد، شما احساس دینی را در لحظه اول احساس میکنین و محبت با آن حضرت صلی الله علیه وسلم و محبت با اهل از او را در قدم اول شما در این مسجد احساس میکنین که او یکی از عنانات دینی ما و شما هستند و در فقه هر دو سنی و شیعه این محبت با آن حضرت صلی الله علیه وسلم محبت با اهل بیتش هست که الحمدلله و احساس را ما در این مسجد در این قدم اول کردیم. و مزید تشکر میکنم که این مجلس اینا آغاز کردن در شمال کالیفرنیا با وطنانی که سالهایی دردها و مشکلاتها رو دیدن و به یک قصه ویران بودن و نمیفهمیدن که چه قسم مشکلات با اعضای فامیلشان رسیده بودن. و یقینا که برادر ما بیشتر دکتر سید ذکر کردن یک قصه کسانی که وفات میکنن یک فطرت انسانی است و فطرت بشری است که انسان رو میبینن که به کدام تکلیف یا به یک کدام صدمه و از بین میره و او را دفن میکنن و این یک سکونت بر انسان میده. لکن 35 سال بسیاری افغانای ما شما این لیست 5000 یک لیست ابتدایی هست. همه هزارها افغانهای ما و شما که نامایشون به این لیستان نامده اما خونهشون در افغانستان ریخته شد. در حدیث آن حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که اولین لحظه که خون شهید
و یک قطره خون از وجود شهید بیرون میشود، اونمو کیفیت از اون خون، عظمت از اون خون او را مغفرت میده، مغفرت میبخشه برای او و او را خداوند از تمام گناهایش میبخشد و او را سرخروی و به یک مقام بلند و عالی به بهشت با خود قرار میداشته باشد. که اونمونطور شما در این آیت میبینید که خداوند میگه که رزق خود را با نام میگیرد و آن حضرت صلی الله علیه و سلم میگن به مطابق به این آیت که پرنده‌هایی هستند، پرنده‌هایی هست بهشت که رنگ‌هایشان مختلف است و اما از شهیدان رنگ‌های سبز هستند که روحی از این شهدا به این پرنده می باشه و آن خداوند جل شانه میگه که هر کسی از این بهشت را بگردین، شما آزاد هستین، شما شهیدای پاک هستین و نمونطور که قطره خون اول شهید اوتر پاک است و نمونطور این شهدای اول در افغانستان در کشور ما در تاریخ ما از شهدای پاکترین پاک شهدا بودند که در این انقلاب سر و تاریک و وحشتناک افغانستان که اولین شهادت که بود که مطابق به این لیست و به سال 1978 که در افغانستان انجام گذاشته و یقین کنید که ما به عقیده من که اونمو شهادای پاک اوتر عظمت داره، اون شخص که به دروازه بهشت ماطر از اونا هست که دروازه از اون بهشت را به روح شهادای ما شما واز کنه، سیدنا حسین رضی الله عنه هست که اونمونطور که فامیل سیدنا حسین شهادت را دیدن و چشیدن و تمام اهل بیتش بودن و اونمونطور شما میبینیم که یک نفر صدا میکنه که برادر ما بود، یک نفر صدا میکنه که پدر ما بود، یک نفر صدا میکنه که پسر ما بود، یک نفر صدا میکنه که از امثالی ما بودن. این تمام از این کیفیت ها درجات از این شهادای ما را نشان میده. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایم که من آرزو دارم، من دعا میکنم پیش خداوند شب و روز که خدا من مقام شهادت بده. این آن حضرت صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین، سید المرسلین، اشرف انبیا، این مقام شهادت را اقدر بلند میدانستند که خودشان با خود دعا میکردن که وقت خدایا که تو من شهید کردی دوباره شهید بساز و دوباره زنده کن که دوباره شهید بشم و دوباره من زنده کن که دوباره شهید شم. خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم میگن که در بهشت هر بنده ها که میرن هیچ بنده نیست که پس یاد از این دنیا رو بکنه، هیچ. که وقت شما بهشت رفتن و او کیفیت رو به روبرویتان دیدن، این دنیا رو کی یاد میکنه؟ بر از این دنیا کی یک عوض میداشته باشه؟ هیچ کسه الا شهید. میگن شهید که استال میشه میگن که مرا پس رایی کن. او خدایا وقتی که مقام خدا را میبینن که چی مقام خدا برای رو شهید دادن، میگن مرا پس در این دنیا رایی کن که برای رای خدا من پس دوباره شهید شد و از اون حالت کردن در حالت بطر ببینم که من احساس کردم و من فهمیدم که چی درجه داره شهادت. و یک اسم مردم هستند که یک مقام بزرگی دارند در پیش خداوند جل شانه بود. سید اصحاب اهل جنه برای آن حضرت امام حسین گفته شده بود. از طفولیت به امام ابو حنیفه پرسان کردن، گفتن که امام چرا به حضرت امام حسین به اهل بیت به نواسی آن حضرت صلی الله علیه و سلم اتر مشکلات ها آمدن؟ چرا این کیفیت با سر از پیش شده به این اندازه که بارمونیش، طفلش، خوارزادهش، برادرزادهش همه که میدیده که اهلش بی سرپناه میمانه. این کیفیت چرا آمد؟ گفت وقتی که پیغمبر خدا با او وعده کرد که تو سید اصحاب اهل جنه هستی در طفولیت، یک اسم مردم هست که یک مقام پیش خدا دارد که در این دنیا هر چقدر مشغول عبادت باشه، هر چقدر مشغول ثواب باشه، هر چقدر مشغول ذکر فکر خدا داشته باشه، اون نمیتونه که با او مقام خداوند برش که وقت او مقام برای بهشت برشان تعیین شده بوده، این برای از اینا که این مشکلات ها رو ببینن، این برشان حق و حلال میشه که برشان انشاءالله و تعالی روی امام حسین رو میبینن، روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبینن. و همیشه در حدیث آمده و در تفسیر حدیث آمده که به می روحشان که به این پرندات هستن و رزق و روزی که با حضور خداوند میگیرن، اینا
با روح خداوند را میبینن. اینا خدا را میبینن که بهترین کیفیت که در انسان سکونت میده، که سکونت که ما و شما تلاشش داریم هر لحظه زندگی ما، در هر ثانیه زندگی ما که ما یک سکونت و آرامش پیدا کنیم، اون سکونت و آرامش به دیدار خداست. که وقتی که میگن که خدا را رویش یک مسلمان میبینن، صرف 50,000 سال آواز سلام دیگه آواز زنده میباید که سلام سلام سلام، که واقعا اون سکونت و نرامی قلب من امروز رفع شده، امروز رفع شده به حضور حق سبحان الله تعالی جل شانه. این مقام شما که امروز یادبود از این شهدا را کردیم، شما اصلا عزت به خود میدید، شما عزت به تاریخ خود میدید، شما عزت برای ملت خود میدید، شما یک عزت به نگاه میکنید. شما یک نمونه هستید به این طفلا که الحمدلله ما اشخاص شجاع داشتیم، ما اشخاص غیور داشتیم که به مقابل قانون الهی، به مقابل قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها ایستاد بودن و اینها اون امور محکم گرفتن و از جان، از مال، از هر کیفیت دنیایی که بود اونا تیز شدن. هر فرد از اینا بسیار به آسانی میتونستن برن، بسیار به آسانی به کشورهای دیگر میتونستن برن، اما اینا اینمی کیفیت لبیک گفتن از خاطر عظمت از این کیفیت و اونمو عشق از این کیفیت اینا میدونستن. ما و شما با یکی دیگه خود اونما قدر که در آسانی میکنیم، ما و شما تبریک هم بگیم که یک رای بسیار بزرگ است اینا رفتن. و ببخشید ما بعد که آقای مدنی گفتن من نما بودم، صلوات محمدی. و یقین کنین که نموت خانواده ما را که همه را کردن و امروز ما استاد هستیم که اگر به مو رای محمدی طفل ما را برای از این بابا محاضر هستیم که قربانی ها را برای دین محمد، برای کتاب الله، برای قرآن بتیم. و من میفهمم که همه شما این درد داریم و این درد که الهی یک انسان دوست برادم بتونه تسلیت بده و یاد خداوند و یاد از این شهیدا که هسته که شهیدای پاکترین شهیدای افغانستان بودن که یقین کنیم کنمون کیفیت کربلا دوباره در افغانستان آغاز شده بوده. من یک شعر میخوانم که یکی از مخلصین حضرت سبزی المشایخ با شان مبارک نشته کرده بودن و اینمی حالت که آمد ایره به مو ذکر کردن. در زمین قدم گذاشت مردای بهشتی افغان و ایران شد ملت مجاهد و مسلمان. شاهد است افغانستان به کربلای ثانی، شاهد است افغانستان به کربلای ثانی، در او شب به خانقاه مجدد الفسانی. بردن حضرت ضیاء المشایخ شیرپاچا را در این زمان، بردن حضرت ضیاء المشایخ شیرپاچا را در این زمان، سنت انبیا مبارک با تو و خانواده در روز زندان. مثل حضرت حسین با اهل دیدی بسیار زجر، مثل حضرت حسین با اهل دیدی بسیار زجر، این قربانی با تو دارد در بهشت به نهایت اجر. با حضرت ابراهیم شد امر از خدا تا که اسماعیل را کند برای دین فدا. در راه دین فدا تو گرفتی دست محمد اسماعیل را و بردی با او اسحاق یعقوب و زیاجان را، این را میگه یاد از راد مردان را. با امر خدا استاد بود حضرت صاحب، با امر خدا استاد بود حضرت صاحب، با تو وفا کرد پارزاده احمد سعید مسعود محدود و شاهد. با یاد تو دلم هست همیشه در سوز، با یاد تو دلم هست همیشه در سوز، از بهشت آواز میآید که سوز مکن
با ما هست هر شب و هر روز. اشک از چشم من است برای تو روان، وطن از غم تو امروز هست یتیم و ویران. او پیر طریقه عالی نقشبندی، تو تمام ملت را از خود داشتی. اگر پشتون، تاجک یا هزاره بود، با نظر تو همه یک رنگ بود. توجه و نظر از تو می خواهیم با خود. بندگی حضرت صاحب شیرپاچا عجب زاهد در دین اسلام شد. ای زیاد مشایخ پیر کامل افغان، نبوتید دل مرا انداخت با فغان. تو بودی حقیقت وارث انبیا، سفید کردی قلب من را از این رنگ سیاه. محکم نگاه کردی از خدا را احکام، خدا با تو در بهشت داد عجب جای و مقام. من در خواب تو را دیدم که نشستی با انبیا، به شک در این زمین پای گذاشت حضرت زیاد مشایخ از خدا یک اولیا. یقین کنین که تمام شهدای ما و شما امروز با اولیاء کرام نشستن، با ملک‌ها شیشتن، با پرنده‌های بهشت شیشتن، و اونا انشاءالله سرخروی هستن، سربلند هستن، و تا آخر و تا ابد انشاءالله و تا یوم القیامه یک افتخار ما و شما می باشد، افتخار ملت ما می باشد و افتخار نسل آینده ما می باشد. و ما می خواهیم دو دقیقه دوستای جوان که هستن براشون این عرض بکنم، اگر در انگلیسی بهتر میفهمن که this is the time not only for us to remember these, you know, these pictures that are here, they're not only here for us to look at and shed a tear. This is a time for action. This is a time that we must act on bringing, just like Allah's name is Rahman, Rahim, Kareem. His name is also Adil. He is just, and justice has to be served. We have to go and prosecute and investigate the people who brought upon such calamities in our country and brought so much difficulties and pain in our people. And we must unite Shia, Sunni, Tajik, Pashtun together. The blood of these shahada will unite us all, inshallah, to come together and unite, number one, and go for justice and bring, do not let their blood to be in vain. و من دیگه وقت شما را نمیگیرم و بازم تشکری میکنم از همه شما. آیات درود را میخوایم همگیتان جهرا درود کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا با تشکر از جناب آقای ابوبکر مجددی